جهالت آخوند قزوینی به مذاهب. آخوند قزوینی میگوید اباضیه یکی از مذاهب اهل سنت است که در نشست مجمع فقهی مکه 8 مذهب را مذهب رسمی اعلام کردند. از این 8 مذهب 5 مذهب متعلق به اهل سنت بود: حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها و اباضیه. 5 مذهب متعلق به اهل سنت بود: حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها و اباضیه. 3 تا هم از مذاهب شیعه بود: شیعه امامی، شیعه زیدی، شیعه اسماعیلی. این آیت الله محقق نمی‌داند که مذهب اباضیه که منسوب به شخصی به نام عبدالله ابن اباض می باشد هیچ ارتباطی با اهل سنت ندارد، بلکه از جریان خوارج نشأت گرفته است و یکی از مذاهب فقهی خوارج به شمار می رود و تنها گروه باقی مانده آنهاست. این گروه در اصول اعتقاد و نیز احکام فقهی با اهل سنت مخالفند و همانند رافضیان بسیاری از صحابه را تکفیر می کنند. معین کنند که این آقایان در کدام استبل درس خواندند.